چیال داری بابا؟ شکر جان جور است خوبه. فضل خدا. چی میکنید ای هوای سرد؟ انمی خود گدیر داریم دیگه، چوچو پوش داریم دیگه، میگه لقمه نونه بگیری های. بچه ها کجاست؟ بم خونی هم دیگه. بچه کلان؟ ندارم. نداری؟ نه. کارگر خودت هستی؟ خود من 3 تا سر هست. بله. و بازی روز و روزگار چطور میشه؟ خوبه دیگه، میدم مثلا نون پولی پله میدم دیگه. هم 3 تا نون امرو بگیر آماده، یک بار مصرف آماده بگیر. انم اینای دیگه. بازواره چی میکنی؟ اینا رو میبرم استقیل کا بخورم. کاکا کم پیشتر برو اونجا برو. استقیل کراچی تا پیش ببر. استقیل بخوره دیگه. خوب تا. حال چی از این خالیتا؟ نونای ایزوم خریدم یک ساعت. تو بیا یک نشان بده. زندگی چی رقم میگذره زندگی؟ خوبه فعلا حالا کوانی. همین نانا رو امروز داده تا؟ ها بله. یا هم خود کلش سرده؟ خود دیگه چیکار کنم دیگه، نون گرم میدم برام. بله راست میگی. چند نفر از باز به خانه؟ خود ما 4 نفر. خب بیا بیشینیم که مانده شدی کاکا. کاریگر خودت هستی دیگه کسی نیست؟ نه خود منم. خب باز چی ماندی ده؟ با چی ماندی در خانه؟ هیچی دیگه، همین لقمه نونه که میبریم به خونه میگیم میخورن دیگه. با تا نماشون با نماشون باز من همین نونه رو میبرم. صندلی بخاری چیز نماندی؟ نه کرسی دارم، همین صندلی. بله. خب آن زوم خریدم. چی خرید؟ چوب خریدی؟ بله. ما دیگه چیکار کنیم، استقیل خنوب میخورم. یک سر میخری، نیم سر. فقط همینو 100 روپیه بدادم. برو بچم جان کاکا برو. 200 روپیه بدادم. بچه کستی تو 200 روپیه بدادم. نام خدا او طرف برو بچم. آفرین. خب ایت بچه نداده خداوند برات؟ نه همسر 2 تا دختر 3 تا دختر، انگار که 2 تا دختر، یک زن من، خودم من 4. اونا منتظر است که پدر نان میاره دیگه. باشون دیگه باز ببین که چی بده. اگر خدا لبه کرد گوشت موشتی هم بگیر آمد. بله. او هم چیزو گفته نمیکنه. بله. نصیب تقدیره هر چی که باشه. بله. خلاص. چند سال عمرت است؟ 70 سال. 70. یک چشمه تا چی کده؟ چشم از حرم مادر نمیبینم. یک چشمت فعاله؟ هم یک چشم همین فعال، این نمیبینم. الله. برای دکتر نرفتی؟ برفتم، خود علاج نمیشه دیگه. خب چی میگن؟ میگه علاج نمیشه از حرم مادر. خب همونطور که چی شده همین. فقط تو به خانه چیز داشته باشی میاییده یه هوای سرد بیرون؟ مگه داشته باشم هم 5 وقت نماز میخونم، هم خونه خودتی خودم چوچه پوچه. بله. از خانه که مبرای چیز نمیگن که چیز بیاری اگه پول گیره تو آمد؟ نه چیز نمیگن، میگه هرچی که خدا نصیب کنم. بله. هرچی که خدا نصیب ما باشه همون میشه. بلکل. روزی ما باشه. زحمت خب باید بکشیم دیگه. زحمت خب مجبوریم بکشیم تا وقتی که ما این بمونیم زحمت خود میکشیم. بله. و چرا دست دراز نمیکنی به کسی؟ ننگم میکنم. بله. من میقدر رسیدم رشته‌دار سفید کردیم، دیغونی کردیم، همون دیغونی به سر ما بمونه، دست خود دراز نمیکنه که برو تو برای من بده. خدایی اگه همیته بدادم ندادم.
گفتنی ما همینه دیگه چیزی. حالا کجا میخوای بری بخیر؟ حالا هم تو چرخ میزنم دیگه. کجا چرخ میزنی میری؟ برم با پست شیاشون برم خونه دیگه خوش. دیگه چی؟ خنک خوردی امروز؟ خب بی خنکی کنه میشه. آدم پیرمردم خنکه. استخوانا کلش بوده شده. بله. بابا جان ما که دی سن برسیم دیگه. شما خب بازم یک ذره روغنای زرد خوردین مقامتتان زیاده. به وقت من روغن زرد میشمیدم. همون روغن زرد به خدا میشمیدم که امان همیتونه. حالا روغن نباتی پیدا نمیشه که در دیگ پرتی. در دیگ بابندازی. این روزگار است دیگه. دیگه روزگار. از خدا چی میخوایی؟ از خدا ایمان میخوایی که خدا همراه ایمان بود. بله. دیگه از خدا چیزی خواست نمید. بده من خانه شما آباد که نده من خانه شما. آره 2 نفر دیگه چطور استاد است؟ دیگه من چون دیگه اینو میگم البته بزی یک چیز میده. باش که یارم یک صحبت کنیم کتش که چی میگه. صحبت. چی گپا کاکا؟ خیرته؟ بله. چشمه که تو را چی کده؟ این میلی خورده. چی میکنی حال اینجا؟ حالا گوری دارم. چیز کار شد؟ خدا اگه تیف داده باشی. چی میگی؟ چند تا طفلاست در خانه؟ 2 تا دختر دارم یک پسر زن من رخشی میکنه. خانه کری به بغل هم در او هم. بچه چند سال است؟ بچه من ادیه کمتر میرم مکتب میرن؟ باز در خانه چی موندی زمستان سرد است؟ هیچی به خدا به این بحث بیامونی نیه یک من زغالم تو بحثم همچه موتر بود دیشب به خدا تصب بلزدیم. چی میگه؟ نی باغ داری نی او داری نی هیچ یک کلون خانه گیلی ششته باز 1000 مومیسته. 1000 کرایه است. این چشمت باز پلاستیکی است؟ نکو خیره نکو. میتونی دیده باز؟ نه هیچی. این چشمم کمبی شده کرد. خب بیا تو پیش بیا. حال تو در خانه اگر چیز داشته باشی در این هوای سرد بیرون میشی؟ نه خدایی نماز میخونم اصلا بیرون نمیشم. نه. 5 وقت نماز میخونم. خدا شکر کشم بخورم. چی زیاد جگرت خون میکنم؟ در چی جگر خون میشی زیاد؟ پریشان میشه. هیچی ندارم. سر مردم میبینم. بچه مردم میره به هر چی در بچه کشا کنه پای میره مطلب برده. من بچه کتاب پا نداره. مثلا دیگه آن نداره. من در مای میگم بچه موتو بره به این گدهی میکنه تو برو مطلب موت بخواه یک ملای تو آخوندی دکتری. بیا خداوند غفور و رحیم است. امروز خداوند چند مزد تبتم میری خانه؟ هر چی خدا ورکت و حق من گفته نمیتونم. به شک. مزد امروز تا نمیتم بره بخیر سعیز 1000 از خودت 1000 هم از خودت سعیز باقی خواهر ما دعا کو از طرف بانو آرزو 8200 روان کرده و 4100 در برنامه گذشته به هموطنا دادیم 2000 هم به ای پدر جان و خیر باشیم. کاکا خوب هستیم؟ جان جوره بخیر؟ شکر سلامت جور باشه. بچه کجاست؟ بچه برفته ما دیاله دادم مادر نفوذ شد دیگه خود اینا از زن داشتم برفتم با خود. خواه به اسلام قلعه یکی 2 تا به دیگه جایی نمیتونم برفتم تنها موندم.
شو کجا می باشی؟ شو همیجی یک دختر دارم به همی کارته میشینه. خب اما میرم به خانه همو میرم. همیجی تایی بو برگم کچی کارته ای. حال چی میکنی اینجا؟ اینجا بیام آنو کار کنه که کارم نیه. خونو که نمیتونم. حال بچه ها چرا علاقت تو را؟ بچه ها دیگه که مادر نداشته باشه زنم داشته باشه پیش پدر نمیمونه بچه های حالی. او قدیما بوده که بچه ها خیلی خوب بوده. حالا این تو بچه هایی که نافهم خیلی جایل. جوان بچه ها زن دارن؟ ها زن دارن که رفتن. تو را علاق کدن؟ من ریالو کردم بله. تو برمی روز کلان کدی واره؟ اونا رو کلان کردم که اینا بلکه من پیر میشم مر جمع کنم. گو به جمع کردن نرسید برفتم دیگه. وقتی که زن مرد اونام رو مرادی برفتم یک تمام نکرد. یگان دفعه خبرت میگیره یا نه یا اید ندیدیشان؟ ندیدم باور که خبر من نمیگیره. نه یک را نشته باشه که یک جای دیگه زنگ زنه بگه فلانه شناسی بگه که همی باید زنده مرده. انمو خبره دیگه خبر نیه که با ما کمک بده یا یک چیز بده. نه هیچ. خانه نمیبره تا؟ نه اصلا. چرا؟ پدرش نیستی؟ پدری هستم. میگه برو تو با خود گدایی میکنی مزدوری میکنی از جا میری برو ملنگ میشی برو مدا پیش ما نباش. خب قبلا فامیل داشتی خانمت که مرد یا دیگر رفتن؟ اینام رفتم پشت کار خوب. بله. چند سال میشه خانمت به عقل رسید؟ 5 سال میشه. 5 سال. 5 سال بله. چند تا بچه داری؟ 3 بچه. هر سه شلایت کرد؟ هر سه یه کرد. این چی رقم ناجوانی است دیگه؟ ناجوانی دیگه بله. بله. جاهلیت ناجوانی. آدم نافهم. کدام وقت جگرت خون نمیشه به خاطر ایجا؟ چرا نمیشه؟ چرا؟ جگرم خونم میشه که وقت دیگه چی دیگه. آدم های جاهل میگه سخن جاهل از تیغ بران بهتره. بله. آدم های جاهل بود برفتم از پیش. خب این حالا کسایی که مثلا اولاد دارن بله برازا چی توصیه داریم؟ چی میگی برشان؟ باز اونا امیر میگم که نور از اول تربیه خوب بکنه که همون تا چیزای بار نیایه مثل بچه های جاهل نافهم یا معتاد شه یا پیر و مادر نشناسه. بله. همین توصیه دارم که فرزنده خود از اول تربیه خوب بکنه. حال توی آره تربیه سالم نکردی؟ چرا؟ به خدا مکتب اینا رو بردم مسجد بردم از اونا خیر ندیدم نه رفتم. اگر نه وقت مجاهد بودم جوان بودم من که میرفتم به مجاهدت اینا میرفتم به خوب بازی میکردم. نخوندم که یک چیز بشه یا صنف 4 شده یا 3 شده دیگه خلاص شد. این تاثیر چی است که بچه ها تو رو اعلام کردن؟ این دیگه قدرت خدایه دیگه. البته خدای هر سهش زن داره؟ بچه ها؟ هر سه زن داره. حالا می هفته یک شب که خانهشان می بودی دیگه چی مشکل بود؟ هیچی. هفته یک دفعه به خونه زی 3 هفته نمر جمع میکرد با همیز زمستونه که بیخی آدم بدبخته. بله. و خانه دختر یک روز بری 2 روز بری آخر وام مشکل داره؟ مشکل میشه. همین بود شوهری به ایران بود تنها بود بگو بیا بابا همیجی بیا پیش ما بیا. او به کارگری پاسپورت داشت برفته بود. حال توی بچه ها را زن دادی یا شوی دادی؟ من اینا رو که شوی دادم. خود اینا زن گرفت رفت پدر که سالها زحمت کشید هیچی تنها مونده. بله. این دیگه چی رقم بچه های غیرتی داری تو؟ هیچی. اینا از غیرتی بودی حال ما باید نماز خوب بخوندی ما با همون جگاه خانه اینا بودی. بله. و مسجد برفتی اینا تبلیغ کردی که بچه جان شما به همین راه حق بریم. بله. نماز بخونیم رم بکنیم به سر یک مشکلی. هیچی گپ ما گوش نگیریم. خب هموطن امروز ما متاسفانه با 2 هموطن ما سر خوردیم که یکیش به برنامه گذاشته بود و هم 4 فرزند یا 4 بچه داشت علاج کرده. داستان تو از او پدرجان یکی است و امیدوار هستیم کسایی که پدر و مادر قدرش نمیفهمه خداوند واره هدایت کنه. آمین. خداوند هدایت کنه. دیگه میوه کامیاب چی است؟ پدر و مادر. مادر بله دیگه از اون میوه بیتر نیست. بله. خداوند با می بزرگیش پدر و مادر نداره ما شما را همینقدر
پروردگار اشرف مخلوقات خلق کرده مگر ما و شما پدر و مادر قدرش نمیکنیم؟ نمیکنیم. نه اگه بکردی که ما چرا بزی بدبختی بودی. خداوند بر انسان ها میگه که ما با می بزرگی که دارم او چیزی را که شما دارین من ندارم. بله. او چی است؟ پدر و مادر است. بله که ما قدرش نمیفهمیم. نه. و اگر آزار پدر و مادر گرفت دیگه باز پروردگار خدا از او ساعت نگاه کنه. خدا از او ساعت نگاه کنه. بله. آزار پدر و مادر دیگه گرفته دیگه. بله دقیقا. اونا خداوند خودی میبینه حاجت گفتار ما بدبخت. باش که لالام کدام پیام داره. سلام بر شما. صحت شما خوب بخیر. همین وضعیت خودت دیدی همونجا کلا شور میدادی چرا؟ امروز روزی شده که اگر باز به پدر احترام به مادر احترام نگیری فردا می بچه و دختر همون فرزند به تو احترام عزت قائل نمیشه. بله. دیر پخته بدم. با این پدر که 3 تا پسر داره. بچه ها نمیدونه که پدر چی بدزوی چی بدبختی چی رنجای کشیده. بله. به دنبال لقمه نون و واسطه از اینا به حساب کن زنگ گرفتم بچه گرفتم برفتم به خونه بغل اینا گرد بچه اینا و پیش اینا نازدونه فکر میکنم ما همه تو که بزرگ بودیم مثلا. بله. پیارم و همه تو به ما زحمت نمیکشیدن و بعد تیر بدونم که پدرم به ما زحمت کشیده به می سرما گرما مثلا بده دنبال لقمه نون بیارده واسه تو فرزند بعد تو فرزندم کوشش کنه که تو وقتی که پدر و مادر زنده به زو زحمت بکشی. دقیقاً. پدر و مادر میوه که همچونه. حالا 3 فرزند داره که هفته 1 شب یا 2 شب خانهش باشه چی گپ از یک لقمه نان از خداوند یا تر یا خشک میرسونه. هر جوری باشه خداوند پاک روزی میرسونه با پدر و مادر که هر رقم باشه باید آدم از پدر و مادر محافظت کنه. دقیقاً. قربانت لالا. زنده باشه. سلامت باش. بخیر. خب پدر جان خنک گرفته تا هوا سرد شد. خنک مدام من مریضم هستم باور کنیم من عمال پاهم سکولت پیش داره زانوبند دارم اینجی که زانوام عیبی درد میکنه. بله. زانوبند دارم ولی شلوار بالا نمیره خیلی بعضا هست. یا خدا مهربان است خداوند هدایت کنه اولادایتان بچه‌هایتان که از این بدبختی خلاص شوی. نمیتونه حالا اینتون مونده ایم دیگه اصلا کمک پس برو بچه به 60 70 رسیده. بله 75 60 میتو باشم دیگه هیچ چیش من مشکل داره باور کنی من عمال بله کورت چیز دارم. بیا خداوند مهربان است. خوب هموطنان عزیز از طرف خواهر ما بانو آرزو که 8200 روان کرده بود ما 4200 البته به یکی از هموطنان تقدیم کردیم. 4050 افغانی فکر کنم که پیش ما بود که 2000 شب 2 تا هموطن دیگه ما دادیم. 2000 هم به این پدر جان میتیم. بیا اینجا بچم دیگه کام بچم تو بگی کار کردی امروز؟ ها؟ 25 به کار کردن کار نیخونم کس او طرف برو